سلام، خوش اومدی. نمیدونی چقدر خوب شد تونستی بیاد. چه خونه روشن و قشنگی. معلومه بهش رسیدی. آفتاب امروزم کمک کرد. حمید نیست؟ رفته باشگاه، گفت عصر نمیاد. کیک دارچینی مخصوص، همونی که همیشه دوست داشتی. هنوز یادته؟ آره، دلم میخواست بعد این همه وقت یکم خلوت کنیم. بی دغدغه، بی حرف اضافه. خلوت؟ آره لازم بود. صبر کن، یه چیز کوچولو یادم رفت بیارم. چیزی شده؟ نه شربت لیمو با نعناهای باغچه‌مون هنوز زنده است، برخلاف من و تو که هنوز حالت خوبه، اونم توی همچین خونه خفنی. معلومه که زندی. آره، بعضی وقتا همه چی هست، فقط خودت نیستی. یادت اون روز از مدرسه در رفتیم سینما آزادی با اون مانتوی سرمه‌ای؟ آره، بعد تو دلت پفک میخواست حسابی تو پوشه به تیکن. چقدر ساده بودیم، چقدر احمق. آره. کاش حمید بود، گفتم شاید یه سلامی بهش بدم. ولش کن، گفتم یه ساعتی با هم باشیم. چه دقیق زمان بندی کردی؟ از تو یاد گرفتم. نمیخوری؟ چرا میخورم. دلم تنگ شده بود واسه دوتایی حرف زدن. منم همینطور. کاش میشد یه لیوان نوشیدنی بخوریم و بذاریم خاطرامون برن همون جایی که خوش بودن. ولی اونا دیگه خوش نیستن الهام. اونا دیگه مثل این شربت نیستن که فقط ترش باشن. یه چیز دیگه هم توش هست. اگه بدونی کسی بهت خیانت کرده ولی هنوز بهت لبخند میزنه، چیکار میکنی؟ میذارم تا ته لبخندشو ببینم. شاید تهش چیزی نباشه، یه پشیمونی یا یه حسرت. تو به کسی گفتی بیاد اینجا؟ نه، فقط خودمون دوتاییم مثل همیشه. دیشب خواب دیدم خونمون توی آتیش داره میسوزه. من مونده بودم میون شعله‌های آتیش. نه جیغ میزدم، نه داد میکشیدم، نه فرار میکردم. تو همیشه این خواباتو داری. منم همیشه توی خواباتم. نه، ولی اون شب بودیم. و چی شد؟ هیچی. از پشت پنجره نگاه میکردی. فقط نگاه. ما خیلی وقت پیش همو گم کردیم. شاید خیلی قبل از این که من بفهمم. یا شاید خیلی قبل از اون که تو بترسی که من بفهمم. من همه چیزو میدونم محسا. همه چیزو. از کی شروع شد؟ از کی شروع شد؟ نمیفهمم منظور تو. چی داری میگی؟ تمام پیاماتونو خوندم. همه چیزو فهمیدم محسا. تو دوست صمیمی من بودی. به جای اینکه کنار من باشی رفتی با اون عوضی به من خیانت کردی؟ از
کی شروع شد؟ چند وقته؟ چند ساله؟ تو دوست صمیمی من بودی. به جای که کنار من باشی با اون عوضی به من خیانت کردی؟ چی داری میگی؟ الهام منظورتو نمیفهمم. دیگه نمیخوام تو زندگی من باشی. نه زندگی من، نه زندگی شوهرم. میخوام کاملا از زندگیم حذف شی. من واقعا نمیخواستم اینطوری بشه. یه چه اهمیتی داره؟ دیر شده. الهام واقعا فکر میکردی اینطوری بشه؟ من حتی نمیدونم از کی شروع شد. از اولین باری که با حمید صحبت کردم فهمیدم یه چیزی بیشتر از دوستی بود. محسا تو دیگه بس کن. دیگه نمیخوام بشنوم. این هم مدت تو حرف زدی من گوش دادم، اما الان دیگه واقعا نمیدونم چطوری با این مواجه بشم. الهام واقعا فکر کردم همه چیز حل بشه، اما الان همه چی خراب شد. ولی وقتی آدم از یه چیز خوشش بیاد دیگه نمیتونه جلوی خودشو بگیره. به خاطر همین نمیتونم. من چرا دارم اینجوری میشه؟ دوست نداشتم که اینطوری بشه، ولی بسته این همه سال دروغ گفتم به خودم، بسته تحمل کردن تو اون عوضی تو زندگی. ازتون متنفرم، از جفتتون متنفرم.